الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان عزیز، در قسمت گذشته این برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی خدمت شما دوستان عزیز احادیث را بیان کردیم که بیان کننده بعضی از اموری بود که شکننده های وضو شمرده می شد و گفتیم که علما بر اساس استنباطاتی که از احادیث گرانبهای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نمودند به این اتفاق نظر دارند که هر آنچه که از سبیلین از راه پس یا پیش انسان خارج میشه به اتفاق و به اجماع شکننده وضو است. اما چیزهای دیگر است که در او اختلاف دارند، چون احادیث مختلفی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است. از آن جمله در درس گذشته مسئله خواب را بیان کردیم که خواب چه وقت شکننده وضو است و چه وقت شکننده وضو نیست. این احکام را در پرتو احادیث گرانبهای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در قسمت گذشته این برنامه خدمت شما دوستان عزیز بیان کردیم و ان شاء الله تعالی در این قسمتی از برنامه هم بعضی از احکامی که شکننده وضو است که در آن علما اتفاق دارند و همچنین احکامی که در آن علما اختلاف نظر دارند، بعضی از این احکام را خدمت شما دوستان عزیز در لابلای احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنم. از این احکام دوستان عزیز حکم استحاضه است که یکی از شکننده های وضو استحاضه است، خونه که خانم ها و زن ها در ایام معینی میبینند. البته خونه که از زنها بیرون میشه غیر از خون نفاس که در بعد از ولادت بیرون میشه، دو نوع خون دیگه از زنها بیرون میشه که به نام خون حیض و دیگری به نام خون نفاس. خون حیض که به اتفاق همه علما مانع نماز و روزه است که خانم ها و زنها را از روزه گرفتن و از نماز خواندن منع میکنه و آیات و احادیثی در این مورد زیاد وارد شده است. و خون دیگری به نام خون استحاضه است که از جمله شکننده های وضو است که وضو را میشکنه. وقتی که خانم ها مبتلا به خون استحاضه میشن وضو را میشکنه و باید برای هر نمازی وضو کنن. در این مورد حدیثی از ام المؤمنین عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله عنهما روایت شده است که ایشان فرمودند جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم وصلي. راوی این حدیث ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها است و این حدیث متفق علیه است. حدیثی است که امام بخاری و امام مسلم این حدیث را در صحاح خود روایت کردند. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها می‌فرماید که خانمی زنی به نام فاطمه بنت ابی حبیش که فاطمه بنت ابی حبیش اسدی قریشی نامشان بود و خانمی صحابی به نام عبدالله بن جحش که ابن عمه نبی صلی الله علیه و سلم پسر عمه پیغمبر خدا بود و در غزوه احد با 70 تا صحابه شهید شدند و فعلا قبرشان هم در مقابل کوه احد قرار داره با عموی نبی صلی الله علیه و سلم حمزه بن عبدالمطلب و همچنین مصعب بن عمیر و عبدالله بن جبیر و دیگر صحابه کرام در آن دفن هستند. خانم این صحابه بزرگوار فاطمه بنت ابی حبیش نام داشت
نزد پیغمبر خدا آمد و از پیغمبر خدا پرسید یا رسول الله اینی امرأة استحاض فلا اطهر، ما یک زنی هستم که همیشه خون استحاضه میبینم، همیشه از من خون استحاضه بیرون میشه و پاک نمیشوم. البته استحاضه خونی را گفته میشه که از خانم ها در غیر وقت حیض جریان پیدا میکنه و این خون با خون حیض تفاوت داره، چون علما میگن خون حیض، همچنین در حدیث هم آمده که خون حیض از نگاه رنگ سیاه می داشته باشه و شکل غلیظ می داشته باشه و اما خون استحاضه رنگ سرخی متفتح، یعنی سرخ است که رنگ آشکار و واضح است، غلیظ نیست و همچنین نوعیت رقیق می داشته باشه و از زنها در غیر ایام حیض در ایام عادی بیرون میشه. این خون را به نام استحاضه یاد میکنن. این خانم فاطمه بنت ابی حبیش به پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که من خانمی هستم، من زنی هستم که مبتلا به خون استحاضه همیشه میشم، از من همیشه خون استحاضه میآید، ما چی کنم؟ افادع الصلاه، آیا من نماز را همیشه نخوانم؟ قسمی که در خون حیض نماز را نمیخوانم، در خون استحاضه هم نماز را نخوانم. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن لا، این چنین کار نکن، یعنی وقتی که از خون استحاضه میاد نماز را ترک نکن، بلکه چی بکن؟ انما ذلک عرق، این خون حیض نیست که از رحم بیرون شود، چون خون حیض از رحم خانم بیرون میشه، از رحم زنها بیرون میشه و اما خون استحاضه گفتن که عرق است، یک خون است که از یکی از رگهای بدن که رگی که نزدیک به رحم است، به نام در عربی به نام عرق العاضل را یاد میکنن، خون رگ عاضل که از او رگ در اثر مریضی یا انفجاری که در او رگ واقع میشه، در اثر از این مریضی خون از زنها خارج میشه و از رحم نیست. ولیس بحیض، و این خون حیض نیست، چون خون حیض همچنان گفتیم که از رحم بیرون میشه، اما خون استحاضه از یکی از رگهای به نام رگ عاضل از او بیرون میشه و در اثر انفجاری که در رگ واقع میشه، در اثر مریضی از خانم ها این خون در وقت غیر از ایام حیض، از روزهای حیض این خون بیرون میشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند فاذا اقبلت حیضتک فدع الصلاه، وقتی که حیض تو آمد، وقتی که تو حیض خود را دیدی نماز را ترک کن. و اذا ادبرت فاغتسلی، وقتی که ختم شد ایام حیض تو، روزهای حیض تو ختم شد، فاغتسلی تو غسل بکو، سر جان خود را بشوی، فاغتسلی عنک الدم ثم صلی، خون را از خود پاک بکو، یعنی غسل بکو، موضوع خون در جاهایی که خون اصابت کرده او را بشوی و همچنین سر جان خود را بشوی، ثم صلی، بعد از او نماز بخوان. این حدیث را گفتیم حدیث متفق علیه است و در روایت بخاری یک لفظ دیگه هم آمده که در آخر فرمودن ثم توضئی لكل صلاة، بعد از او برای هر نماز وضو کو، یعنی وقتی که خون حیض خلاص شد غسل کردی، بعد از او خون اگر استمرار پیدا کرد خون استحاضه، برای هر نماز وضو کن و نماز خود را بخوان. دوستان عزیز، احکامی که ما از این حدیث استنباط میکنیم یا علمای کرام از این حدیث احکام متعدد استنباط کردن. اول حکم از این احکام این است که خون استحاضه، خونی به نام خون استحاضه از زنها واقع میشه و این خون استحاضه غیر از خون حیض است و همچنان که خون حیض احکامی داره که نماز و روزه را منع میکنه، خون استحاضه هم احکام داره که نماز و روزه را منع نمیکنه، لیکن باید شرط چیز که برای هر نماز باید وضو کرده شود و این رأی جمهور علماست که باید برای هر نماز خانم هایی که خون استحاضه میبینن وضو بکنن. لیکن در این اختلاف کردن که وقتی که برای یک نماز که وضو میکنی میتونه که در وقت نماز هم دیگر نمازها را بخوانی یا برای هر نماز باید وضوی استقلال کرده شود، وضوی مستقل کرده شود. عده از علمای جمهور علمای شافعی و مالکی و حنابله به این نظر هستند که باید برای هر نماز وضوی مستقل کرده شود، به این معنی که وقتی که برای نماز پیشین وضو میکنه فقط نماز پیشین را خوانده میتونه، اگر بعد از خواندن نماز پیشین وقتی که میخواد تلاوت قرآن کریم بکنه یا نماز نافله بخونه باید وضوی مستقلی برای از او انجام بده. اما
علمای احناف به این نظر هستند که وضو برای هر وقت نماز کرده میشه. وقتی که برای یک نماز وضو کردی، در وقت همین نماز میتونه که تو دیگه تلاوت قرآن بکنی، میتونه که دمی نمازهای نفلی را انجام بدی. چون آنها میگن که در اینجا مضاف محذوف است. اصلا عبارت این چیز است که ثم توضئی لوقت کل صلاة. پیغمبر فرمودن ثم توضئی لكل صلاة. تقدیر مضاف این چنین است که ثم توضئی لوقت کل صلاة، برای وقت هر نماز یک بار وضو کو. وقتی برای وقت یک نماز یک بار وضو کرده شود، در وقت همین نماز تو میتونی که نمازهای نفلی را انجام بدی یا تلاوت قرآن کریم را انجام بدی. و اما علمای مالکی رحمهم الله به این نظر هستند که وضو کردن برای خون استحاضه مستحب است و واجب نیست، مگر اینکه وقتی که دیگه به سبب دیگری به وضو شود. لیکن فقط اگر سببش خون استحاضه بوده باشه مستحب است که در هر نماز وضو بکنه، اما واجب نیست. لیکن رأی راجح و قوی رأی جمهور علماست، همچنان که این حدیث به او دلالت میکنه. چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث امر میکنه که ثم توضئی لكل صلاة، و امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای واجب است، برای وجوب است. و این امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلالت به وجوب میکنه که خانم هایی که از اونها خون استحاضه میآید باید برای هر نماز وضو بکنن. و همچنین این حدیث به این دلالت میکنه که هر آن چیزی که از سبیلین، و قاعده کلی که ما قبلا بیان کردیم که علما میگن که هر آنچه که از سبیلین از راه پس و پیش خارج میشه و ناقض وضو است، و این حدیث هم به این چیز دلالت میکنه. و خون استحاضه یکی از نواقض است که از راه پیش خانم ها خارج میشه و او شکننده وضو است. و همچنین از جمله چیزهایی که این حدیث دلالت میکنه، احکامی که این حدیث دلالت میکنه، این است که استحاضه مانع نماز است. فقط مانع هیچ یکی از عبادات نمیشه، مانع نماز و روزه نمیشه. فرقش با خون حیض است که خون حیض مانع خواندن نماز و همچنین گرفتن روزه میشه، اما استحاضه مانع گرفتن روزه و گرفتن خواندن نماز نمیشه. و همچنین این حدیث به این دلالت میکنه که خون نجس است. وقتی که خون در کالای انسان اصابت میکنه و کالا نجس میشه، باید خون از او کالا شسته شود. چون پیغمبر صلی الله علیه و آله امر میکنه که ثم فاغتسلی عنک الدم. پیغمبر صلی الله علیه و آله به حضرت فاطمه بنت ابی حبیش فرمودن که وقتی که تو پاک شدی فاغتسلی عنک الدم، تو خون را از خود بشوی، پاک بکن. و این دلالت به این میکنه که خون یک چیزی نجس است. وقتی که در کالای انسان میرسه باید کالای انسان پاک شود. و همچنین احکامی که از این حدیث ما استنباط میکنیم این هم است که خون حیض مانع نماز است. چون پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند فاذا اقبلت حیضتک فدع الصلاة، وقتی که حیض تو آمد تو نماز را ترک کن. پس این لفظ حدیث به این دلالت میکند که یکی از موانع نماز آمدن خون حیض است. وقتی که خانم ها مبتلا با آمدن خون حیض میشن اجازه ندارن که نماز بخوانن و همچنین اجازه ندارن که روزه بگیرن. بعد از فرمودند و اذا ادبرت فاغتسل، وقتی که خون خلاص شد تو میتونی که خود را سر جان خود را بشویی، خون از خود پاک بکنی و بعد از او برای هر نمازی وضو بکنی. لیکن چگونه خانم ها فرق کرده میتونن که خون حیضشون خلاص شده و خون نفاسشون شروع شده؟ در این مورد علما دو قول دارن. قول اول است که به ایام فرق میکنه، یعنی به این معنا که هر خانم هر زن از خود ایام معینی داره در هر ماه که در ایام معینی خون حیض از او میآید. مثلا یک خانم است از تاریخ 5 تا تاریخ 10، مثلا 5 روز در هر ماه خون حیض را میبینه. وقتی که این 5 روز خلاص شد بعد از او خونی که میاد او خون حکمش حکم استحاضه است. و همچنین خانم دیگری است مثلا 7 روز میبینه، مثلا از تاریخ 10 هر ماه شروع میشه خون آمدنش تا تاریخ 17. وقتی که 7 روز تمام شد بعد از او خونی که بعد از او میاد او خون حکمش حکم استحاضه است و در هر نماز وضو میکنه و نماز خود را انجام میده. چون در بعضی از روایات امین حدیث فاطمه بنت ابی حبیش آمده دع الصلاة قدر الایام التي كنت تحیضین فيها، که پیغمبر صلی الله علیه و آله به حضرت فاطمه بنت ابی حبیش فرمودند که تو نماز را ترک کن به اندازه ایامی که تو در او ایام حیض میبینی، یعنی عادت
ماهانه تو چند روزی که هست همه قدر روز نماز رو ترک میکنی. وقتی که این روزها خلاص شد، خونی که بعد از اون میاد خون حکمش حکم استحاضه است، برای هر نماز وضو میکنی و نماز خود را میخوانیم. و عده از علما گفتن که نه، با رنگ خون فرق کرده میشه. وقتی که مادامی که از خانم ها خونی میآید که رنگش سیاست و غلیظ است و خون استحاضه حیض گفته میشه، در او وقت نماز نمیخونه. وقتی که خونی آمد که رنگش سرخ مفتوح بوده باشه، یعنی سرخ بوده باشه که روشن بوده باشه و رقیق بوده باشه، در او صورت او خون استحاضه است و در او خون میتونه که وضو بکنه، نماز بخونه. چون در بعضی از روایت های همین حدیث فاطمه بنت ابی حبیش چنین آمده: ان دم الحیض اسود یعرف، خون حیض رنگش رنگ سیاست و شناخته شده است. فاذا كان ذلك فامسکی عن الصلاه، وقتی که این چنین خون از تو آمد، خون سیاه از تو آمد، نماز را نخوان. و اذا كان الاخر فتوضئی و صلی، وقتی که خون دیگری بوده باشد، خونی باشه که رنگ سیاه نبوده باشه، غلیظ نبوده باشه، خون سرخ و رقیق بوده باشه و خون استحاضه است، در اون صورت تو وضو بکو و نماز خود را بخوان. به هر صورت وقتی که زنها خانمها ایام معینی داشته باشند، ایام معینشان معروف بوده باشه، روزهای معینی از یک ماه خون حیض با آنها می آید، میشه که روز را معیار قرار بدن، روزها را معیار قرار بدن و خونی که بعد از روزها میاد و خون استحاضه است، نماز بخوانند. اما زنهایی که ایام معین ندارند، در یک ماه 5 روز، در یک ماه 7 روز، در یک ماه 10 روز، در یک ماه 3 روز میبینن ایامشان، روزهایی که خونشان معین نیست برشان یا در هر ماه متفاوت است، فرق میکنه. برای از اونها میشه که بر رنگ فرق کنن. وقتی که از اونها خونی سیاه و غلیظ آمد و خون حیض است، نماز نمیخوانند. وقتی که از آنها خون سرخ و رقیق آمد و خون استحاضه است، میتونن که نماز خود را انجام بدن. دوستان عزیز، این بود حکم وضو کردن در وقت استحاضه و بعد از او نماز خواندن که علما، اغلب علما، اکثر علما گفتن به می اتفاق دارن که خون استحاضه مانع نماز نیست، لیکن شرطش است که برای هر نماز باید وضوء جداگانه کرده شود و وقتی که وضو میکنی امون نماز که خواندی وضوش دوباره میده میشه، برای نماز دیگر باید دیگه وضو بکنه. و میانه برنامه کوتاه میبینیم، بعد از او خدمت شما دوستان عزیز هستیم با بیان کردن احکام دیگری از احکام نواقض وضو در پرتو احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. با ما باشید. يداني فضله وعلاه، هذا الذي أحيا الأنام هداه. صحابه رضی الله عنهم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: آیا ما با نیکی کردن به حیوانات اجر و پاداش کسب می‌نماییم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: در نیکی به هر موجود زنده‌ای اجر و پاداشی وجود دارد. رسول المصطفى بسم
بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. دوستان نهایت گرامی، در قسمت گذشته این برنامه خدمت شما حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها را بیان کردیم که بیان کننده این بود که یکی از نواقض وضو آمدن خون استحاضه است. از خانم‌ها وقتی که خانم‌ها خون استحاضه را می‌بینن وضوشان میده میشه، باید در هر نماز وضو بکنن. و همچنین از جمله نواقض وضو که علما با او اتفاق دارن که ناقض وضو آمدن مزی است از مردها و از آبی که از مردها بیرون میشه. دو نوع آب است، یکی به نام منی، دیگری به نام مزی، که منی در اثر جماع از مردها بیرون میشه که موجب غسل است که باید غسل بکنن. اما آبی دیگری که در غیر جماع در وقت ملاعبه، بازی با زن و همچنین در وقت تذکر جماع، اینکه انسان خود را آماده میکنه، در او صورت آب رقیق و همچنین لشمی از مردها بیرون میشه که به نام مزی است و این نوع آب موجب غسل نیست بلکه موجب وضو است، شکننده وضو است. کسی که از مردی که این نوع آب بیرون میشه وضوش میده میشه، باید دوباره وضو بکنه. در این مورد حدیثی از امام علی رضی الله عنه روایت شده است که امام علی رضی الله عنه فرمودند: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. حضرت امام علی بن ابی طالب رضی الله عنه فرمودند که كنت رجلا مذاء، ما مردی بودم که از ما مزی به همیشه بیرون میشد. مذاء صیغه مبالغه است، یعنی کثیر المزی. شخصی بودم که همیشه از من مزی آب رقیقی که از انسان در وقت ملاعبه یا در وقت اراده جماع بیرون میشه، از ما این آب زیاد بیرون میشد. فامرت المقداد ان يسأل النبي صلی الله علیه و سلم، که ما مقداد، حضرت مقداد ابن اسود کندی که یکی از جمله صحابه کرام بود، از ایشان خواهش کردم که این امر را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان کنن و حکم این امر را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلومات بگیرن که حکم این چی است. در روایت دیگری در بخاری میآید: فاستحییت ان اسأل رسول الله صلی الله علیه و سلم لمکانة ابنته فاطمه منی. ما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حیایم آمد، شرمیدم که از پیغمبر خدا این چیز را سوال کنم، به خاطر که دختر پیغمبر خدا حضرت فاطمه زهرا در نزد من بود. از خاطر از او شرمیدم و خود پرسان نکردم و از حضرت مقداد بن اسود خواهش کردم که این را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان کنند. و در روایت دیگری هم در ابو داود آمده که حضرت علی فرمودند: كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري. ما یک انسان مذاء بود، یک انسانی بود که از ما زیاد مزی بیرون میشد و ما فکر میکردم که مزی هم مثل منی باید انسان غسل کنه و در ایام زمستان همیشه غسل میکردم، در ایام سردی غسل میکردم، حتی اینکه پشت ما یعنی منجر به این شد که پشت ما شق شد، یعنی پشت ما در اثر زیاد غسل کردن مجروح گردید و مجبور به این شدم که از حضرت مقداد ابن اسود خواهش کنم که این امر را پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان کنند و حضرت مقداد ابن اسود از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان کردند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند فیه الوضوء، فقط در مزی وضو کردن است، غسل کردن نیست. و در روایت دیگر آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اغسل ذکرک و توضأ، تو فقط میتونی که آله تناسلی خود را بشویی بعد از آمدن مزی و وضو بکنی، اما غسل سر تو واجب نیست. و این حدیث دلالت به این میکنه که مزی از جمله نواقض وضو است و این مورد اجماع علماست. همه علما با اتفاق دارن که وقتی از انسان مزی بیرون میشه، از آله تناسلی انسان آب رقیق بیرون میشه و وضوش میده میشه، باید برای نماز یا به خواندن تلاوت قرآن کریم و برای طواف باید وضوی جدید انجام بده. و همچنین حدیث دلالت به این میکنه که مزی نجیس است، باید پاک کرده شود، چون در روایت آمده که اغسل ذکرک و توضأ، اول باید انسان ذکر خود را بشویه، یعنی استنجا بکنه و بعد از او اثری که از آب مزی مانده او را باید پاک بکنه و امر پیغمبر صلی الله علیه و به پاک کردن از دلالت به این میکنه که خود یک چیزی نجیس و ناپاکی است، باید پاک کرده شود و بعد از او وضو انجام داده شود. و همچنین دوستان عزیز از جمله
نواقض وضو، شکننده های وضو که در علما اختلاف کردن که آیا شکننده هست یا نیست. مسئله تقبیل یا بوسه کردن خانم است که انسان وقتی که خانم خود را بوسه میکنه یا خانم خود را لمس میکنه، آیا این منجر به این میشه که وضوی از او نقض میشه، وضوی از او میشکنه یا نمیشه. در این مورد حدیثی از عایشه صدیقه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی از ازواج مطهرات خویش را تقبیل نمودن، بوسه نمودن و بعد از او به طرف نماز به طرف مسجد رفتن و وضو نکردن، یعنی بعد از تقبیل وضوی جدید انجام ندادن. و این حدیث را امام ابو داود در سنن و همچنین امام ترمذی و همچنین امام نسائی و ابن ماجه یعنی سنن اربعه این را استخراج کردن آوردند و همچنین امام احمد هم این حدیث را روایت کرده است و علما اکثرا به صحت حدیث حکم کردن. لیکن امام ترمذی نقل میکنه که سمعت محمد بن اسماعیل یضعف هذا الحديث. ما از محمد بن اسماعیل بخاری از امام بخاری شنیدم که فرمودن که این حدیث ضعیف است، لیکن اکثر علما با صحت این حدیث حکم میکنن و علمایی که با ضعف این حدیث حکم کردن گفتن که این حدیث چون مرسل است و این حدیث از طریق شخصی به نام ابراهیم التیمی روایت شده است که ابراهیم التیمی حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکنه و چون در مابین ابراهیم تیمی و حضرت عایشه تفاوت زیادی است و ابراهیم تیمی از حضرت عایشه حدیث را مباشرتا نشنویده بلکه در مابین آنها واسطه است که ابراهیم تیمی واسطه را ذکر نمیکنه و لذا این حدیث مرسل گفته میشه، مرسل تابعی. وقتی که تابعی از صحابی روایت میکنه و در مابینشان فاصله زیادی است، شخص دیگری موجود است، شخص دیگری را تابعی ذکر نمیکنه، حدیثی مرسل تابعی گفته میشه و این حدیث مرسل تابعی است. لذا حدیث بعضی از علما گفتن که ضعیف است، جمله امام بخاری. لیکن ابن حجر رحمت الله علیه میگه که این حدیث تقریبا از 10 طریق به ما رسیده، از طرق متعددی به ما روایت شده و کثرت طرق این حدیث و راهایی که این حدیث از راههای زیادی روایت شده و کثرت طرق این دلالت به صحتش میکنه. و همچنین امام البانی شیخ البانی رحمت الله علیه این حدیث را در سلسله احادیث صحیحه ذکر کرده و حکم به صحت این حدیث نمودن که این حدیث صحت داره. لذا این حدیث دوستان عزیز دلالت به این میکنه که تقبیل زن یا بوسه کردن خانم و همچنین لمس از او ناقض وضو نیست، شکننده وضو نیست. اگر شخصی خانم خود را بوسه میکنه و خانم خود را لمس میکنه وضوش نمیشکنه و این قول مذهب حنفی است. علمای احناف به این قول دارند و همچنین از الصحابه امام علی رضی الله عنه و همچنین حضرت عایشه رضی الله عنها و همچنین علمای دیگری ابن عباس رضی الله عنه و همچنین از تابعین حضرت طاووس و عطا بن ابی رباح و علمای دیگری به این قول هستند که تقبیل مرأه یا بوسه کردن خانم شکننده وضو نیست، نظر به می حدیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. لیکن عده از علمای شافعی مذهب شافعی به این اساس است که تقبیل زن یا بوسه کردن زن و همچنین لمس زن شکننده وضو است و استدلال کردن با آیه کریمه که او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. گفتن که در اینجا ملامسه ظاهرا دلالت به این میکنه که انسان وقتی که زن خود را دست میزنه، دستش یا لبهایش به زن خود میرسه، تو به این معناست که وضو از او میشکنه و به ظاهر این آیت استدلال کردن. لیکن علما فرمودن، جمهور علما، که در اینجا ملامسه معنای حقیقیش مراد نیست، بلکه مراد از ملامسه او لامستم جماع است، معنای مجازی از اوست، چون قرینه به می دلالت میکنه. و همچنین علمای تفسیر ابن عباس امام علی رضی الله عنهما این آیت را چنین تفسیر نمودن که مراد از ملامسه در این آیت جماع است، نه لمسی حقیقی که با دست می باشد.
و همچنین ترکیب این آیت دلالت به این میکنه که مراد از ملامسه، از لمس در این آیت جماع است، نه لمس حقیقی، چون خداوند متعال دو نوع شکننده را ذکر میکنه. یکی او جاء احد من الغائط، آمدن غائط، آمدن مواد غائطه از انسان، بعد از او لامستم النساء. در این آیت اول یا لفظ اول دلالت به این میکند که وقتی که انسان مبتلا به حدث اصغر میشه که آمدن غائط است، باول یا غائط از انسان میاد، حدث اصغر است، و بعدش او لامستم النساء دلالت به این میکند که وقتی که انسان مبتلا به حدث اکبر میشه، که او جماع است. در این هر دو صورت اگر آب پیدا نمیکنه تیمم قائم مقام آب شده میتونه. یعنی تیمم میشه که قائم مقامی هم حدث اصغر شوه که آمدن غائط است و هم حدث اکبر شوه که جماع است. اگر علما میگن که اگر ما مراد از ملامسه لمس را فقط بگیریم، تقبیل را فقط بگیریم یا دست دادن زن را بگیریم، به این معناست که در این آیه کریمه دو نوع از انواع حدث اصغر ذکر شده، اما به حدث اکبر اشاره نشده. لیکن از این خاطر علما مراد از لمس جماع را میگیرن تا که آیت به این دلالت کنه که تیمم هم ازاله حدث اکبر را میکنه، هم قائم مقام آب در ازاله حدث اصغر میشه و هم قائم مقام آب در ازاله در دور کردن حدث اکبر. و بعضی از علما شرط نبودن که اگر تقبیل از روی شهوت بوده باشه، از روی لذت بوده باشه، ناقض وضو است، و اگر نبوده باشه ناقض وضو نیست. لیکن رأی راجح و اکثر علما و رأی که به او عمل میشه امیست که تقبیل خودش، یعنی خود بوسه کردن ناقض وضو نیست، مگر اینکه منجر شوه به یکی از نواقض وضو. به این معنی که وقتی که انسان خانم خود را، زن خود را بوسه میکنه خودش ناقض وضو نیست، لیکن وقتی که بوسه کردن منجر به این شوه که از انسان مزی بیرون شوه، باز در اون صورت ناقض وضو است، به خاطر مزی بیرون شدن مزی، نه به خاطر تقبیل. و به اساس همین حدیثی که ابو داود اصحاب سنن را روایت کرده و اکثر علما به صحت این حدیث حکم کردن. دوستان عزیز، این بود یک عده از احکام نواقض وضو، شکننده های وضو که خدمت شما دوستان عزیز در پرتوی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردم. خدا کند که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و تا دیدار آینده با شما خدا حافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.